سلام، وقت همگی بخیر باشه. آرامی هستم، مدرس شیمی و یک سوال براتون امروز آوردم از آزمون قلمچی فصل 11 و خب حالا میخوایم بریم سراغ سوال ببینیم که داستان سوالمون چیه. اما قبل از اینکه وارد سوال بشیم بچه‌ها، من یه سری نکته کوچیک بهتون بگم راجع به بحث واکنش پذیری. توی بحث واکنش پذیری ما اینجا یه نکته داریم. چه نکته؟ این که میگه آقا فرض بکنیم یک ماده به اسم ماده A خب میخواد یه واکنش بده با ترکیب BC. اگر A بیاد با C، A میخواد به اضافه BC بشه AC به اضافه B، من میتونم یه نتیجه گیری بکنم. چه نتیجه گیری؟ این که در بحث واکنش پذیری VP مخفف واکنش پذیری اینجا تو بحث واکنش پذیری A از B بیشتره. چرا؟ چون A زورش رسیده اومده توی ترکیب نشسته به جای B. هر کسی که واکنش پذیریش بیشتر باشه اون بیشتر دوست داره که ترکیب بشه، اون بیشتر دوست داره تو ترکیب بمونه، تو رابطه بمونه و تنها نباشه. اون که واکنش پذیریش کم داره تنها میمونه. اوکی؟ حالا اینو من گفتم. یه مثال دیگه بزنم براتون بچه‌ها. فرض بکنید حالا آ میاد میخواد تو ترکیب بی سی بره ولی نمیتونه بره، یعنی واکنش رخ نمیدهد. اون موقع بحث واکنش پذیری داستانش چجوری میشه؟ اون موقع نکتهش اینجوریه که تو واکنش پذیری میتونیم بگیم B از A واکنش پذیریش بیشتره، یعنی B از A قوی تره. B A رو شکست میده و خودش توی ترکیب میمونه و A تنها میمونه، وارد رابطه نمیشه. اوکی؟ این از این. خب حالا با استفاده از این نکات و دونستن این مطالب ساده بریم سراغ سوالمون. سوال چی میگه بچه‌ها؟ میگه با توجه به واکنش پذیری که عبارت کدام گزینه نادرسته. آقا دنبال نادرست میگره، حواس رو جمع کن، گوش به زنگ باش. اول ما میایم همین واکنش‌ها رو بررسی میکنیم و نکاتش رو در میاریم، بعد میریم سراغ گزینه ها. خب واکنش اول میگه MN به اضافه CR میگه انجام نمیشه. این یعنی چی؟ من دیگه نمی‌نویسم بچه‌ها واکنش پذیری، فقط نتیجه‌شو می‌نویسم. خب MN به اضافه CR انجام نشده یعنی چی؟ یعنی تو واکنش پذیری ها مقیاس و مقدار واکنش پذیری MN یا منگنز از CR یا کروم بیشتره. چرا؟ چون اگر کروم بیشتر بود اون میومد تو ترکیب مینشست، پس وقتی نیومده یعنی واکنش پذیری MN بیشتره. اوکی؟ این از این. حالا نکته مین واکنش بعدی CA به اضافه MNO میشه چی؟ CaO به اضافه MN. یعنی چی؟ یعنی تو بحث واکنش پذیری CA یا کلسیوم واکنش پذیریش از MN یا منگنز بیشتره. حالا همینجوری نتیجه دیگه میتونم بگیرم، چون CA من میتونم بچه‌ها به جای واکنش پذیریش بیشتره و دوست داره تو ترکیب وارد بشه یا بمونه، ما میتونیم بگیم شکست دادن. اونی که واکنش پذیریش بیشتره اونی که دیگه شکست میده، اونی که واکنش پذیریش کمتره شکست میخوره. الان CA چون MN رو شکست داده پس و خود MN هم اومده CR یا همون کروم رو شکست داده، پس من میتونم نتیجه کنم که آقا کلسیوم خودش میتونه کروم رو هم شکست بده. اینجا یه نتیجه دیگه میشه کرد. چی؟ اینه که آقا پس نتیجه میتونم بگیرم که آقا کلسیوم یا CA این هم واکنش پذیریش از کروم یا CR بیشتره. این یه بحث. خب حالا واکنش سومیه. میگه آقا 2 تا CR به اضافه 3 تا CuO شده CR2O3 به اضافه 3 تا Cu. خب این یعنی چی؟ یعنی آقا CR تونسته بیاد تو واکنش، پس واکنش پذیری CR یا کروم از Cu یا مس بیشتره. این از این. اوکی؟ خب و حالا آخری این نتیجه هم بچه بگیریم، چون میگه CR اومده CU رو شکست داده، پس ما میتونم نتیجه بگیرم هر کی CR رو شکست داده عملا CU رو میتونه شکست بده. یعنی اونور مثلا CA یا همون کلسیوم و منگنز چون جفتشون اومدن به اصطلاح کروم رو شکست دادن، خب طبق این رابطه ها من شماره گذاری میکنم طبق 1 و 2 چون اون به اصطلاح منگنز و کلسیوم تونستن کروم رو شکست بدن، پس میتونیم نتیجه بگیریم که آقا هم منگنز سیو یا مس رو شکست میده، هم CA یا کلسیوم اونم میاد CU یا مس رو شکست میده. اوکی؟ یعنی واکنش پذیریشون از اون بیشتره. این از این. و اما آخری میگه آژ یا همون نقره به اضافه CuO واکنش انجام نمیشه. یعنی آژ زورش نمیرسه به جای CuO رو تو ترکیب بشینه، تو رابطه بشینه، پس آژ سرش بیکلا میمونه. پس یعنی چی؟ یعنی واکنش پذیری آژ یا نقره از CU یا همون مس کمتره، پس واکنش پذیری CU بیشتر از آژ هستش. آقا اینجا همه از آژ بیشتر، همه از CU بیشتر بودن دیگه. دقت کن، MN یا منگنز بیشتر بود، کلسیوم بیشتر بود، کروم هم بیشتر بود.
خب حالا همین خود سی و یا مس که اون ستای دیگه ازش واکنش پذیریشون بیشتر بود، خود این واکنش پذیریش از آژه بیشتره یا نقره. پس اولا میشه گفت نقره از همه واکنش پذیریش اینجا کمتره. پس من میام یه بار بازنویسی کنم اینو بر اساس میزان واکنش پذیری. چی میتونم بگم؟ آخرین نفر که قطعا آژه است کی بالا سرش؟ سیو یا مسه. این از این. بالاییش کیه؟ بین کروم و منگنز و کلسیوم. خب کروم الان به اصطلاح از کلسیوم که شکست خورد، از منگنز هم شکست خورد، پس کروم میشه این سومی از آخر، اینجا میشه کروم. اما اون دو جایگاه اول منگنز و کلسیوم، کدوم اون که شکست داده؟ کلسیوم شکست داده، پس کلسیوم نفر اول و منگنز نفر دوم. کلسیوم نفر اول، این منگنز نفر دوم. این میشه ترکیب. ما بر اساس این بریم جلو. خب رنگ رو عوض بکنم، بر اساس آبی ادامه بدیم. خب این یکه، این نفر دوه، این نفر سه، این نفر چهار، این نفر پنج. خب حالا بریم سراغ گزینه. از گزینه 4 شروع کنیم. اینجا گزینه کدوم نادرسته؟ آسان کن. درست رو در نظر نگیر، نادرست رو در نظر بگیر. گزینه 4 چی میگه؟ میگه واکنش منگنز با مثل دو اکسید به صورت Mn به اضافه CuO میشه MnO به اضافه Cu قابل انجام است. خب آقا اگه واکنش پذیری Mn از Cu بیشتر باشه واکنش رو میشه انجام بدی. آیا ببینیم بیشتره؟ بله Mn 2 Cu 4. پس این شدنیه. خب گزینه 3 میگه برای استخراج فلز نقره از اکسید آن میتوان از فلز منگنز استفاده کرد. این حرف یعنی چی؟ یعنی که آقا شما میخوای بیای بگی آقا آژه رو بیا از آژه جدا بکنی، میگه به اضافه منگنزش بکن که بشه MnO به اضافه آژه. منظورش اینه. میگه آیا این درست در میاد؟ یعنی آیا واکنش شکل میگیره؟ چرا؟ چون اگه شکل بگیره Mn میاد کنار اکسیژن میشینه و آژه نقره آزاد میشه. ببین استخراج میشه میگه فلز نقره رو. خب خدمتتون عرض بکنم ببینیم که آیا واکنش پذیری Mn یا منگنز از آژه بیشتر هستش یا نه. بله این 2 اون 5، پس اینم شدنیه. گزینه 3 هم درست بوده. گزینه 2 میگه واکنش CaO به اضافه Cr به طور طبیعی انجام نمی شود. خب CaO به اضافه Cr یعنی چی؟ یعنی کروم قراره بیاد به جای کلسیوم بشینه. آیا کروم اینقدر قوی است که کلسیوم شکست بده و بیاد به جاش بشینه؟ نگاه بکنیم. کروم اینقدر قوی است بیاد کلسیوم شکست بده؟ نه. کروم 3 کلسیوم 1. پس این واکنش به طور طبیعی انجام نمیشه. این گزینه 2 هم درسته. پس جواب ما قاعدتا بچه‌ها میشه چی؟ گزینه 1. اما چرا گزینه 1 نگاهش بکنیم؟ میگه برای استخراج فلز کروم از اکسیدان میتوان فلز نقره استفاده کرد. خب میگیم آقا کروم CrO اکسید، میگه استخراج فلز کروم از اکسیدش. خب میشه CrO باشه CR2O3. CR2O3. خب این دوش هم بد افتاد، یه مقدار عذرخواهی میکنم. خب میگه این به اضافه آژه که بکنیم مثلا انجام میشود و حالا فلان و فلان و فلان. خب میگه درسته و در حالی که چی باید نادرست باشه. چرا؟ چون میگه آقا آیا میشه اصلا انجام بشه این؟ یعنی آیا آژه زورش میرسه به کروم بدون شکستش بده؟ آژه 5 بود، کروم 3 بود، 5 به جای 3 نه نمیشه دیگه. پس این گزینه غلط هستش. جواب میشه گزینه 1. امیدوارم این توضیحاتی که بهتون دادم و مطالبی که اینجا براتون گفتم مفید و موثر هم براتون باشه. شما رو به خدا میسپارم. فعلا خدا نگهدار.